این هم مثال بعدیه که به همین ترتیب شما به راحتی هم نمودارش رو میتونید رسم کنید. ریشه ها رو جاگذاری کردم به اندازه فاصله بین ریشه ها که 5 تاست جلو بالا رفتم، یه پاره خط افقی، یه خط اینجوری، یه خط اینجوری به راحتی. حالا برای کشیدنش، برای مشخص کردن ضابطه، کوچکترین من اینجا -3 و به هم 2، کوچکتر از -3 بین -3 و 2 مساوی رو یا بالا یا پایین بذاری. اینجا نذاشتم من. ایکس های بزرگتر از 2. حالا اینجا x با x میشه 2x، این با این میشه 1، قرینه این بالا نوشته میشه، اینم که 5. خب رسم نمودار تابع آبشاری. آبشاری فرقش با گلدانی اینه که تو گلدانی اینجا به علاوه بود، اینجا منهاست، یعنی یه قدر مطلق پشتش مثبته، یه قدر مطلق پشتش منفیه. شکلش به این صورت در میاد، به خاطر همین آبشار میگن. مثل اینکه آب از اینجا میاد میریزه اینجا و به همین ترتیب آب از اینجا میاد میریزه اینجا. دو نوع تابع آبشاری داریم. ما اینجا در مورد تابع گلدانی میگفتیم کوچیکه رو اسمشو بذار آ، بزرگه رو بذار ب، ولی در مورد آبشاری اینجوری نمیگیم. میگیم آ ریشه داخل قدر مطلقه که پشتش مثبته و ب ریشه داخل قدر مطلقه که پشتش منفیه. خب اگه دو حالت داره، میتونه این آ بزرگتر از ب باشه که شکلمون اینجوری میشه، یعنی تابع نزولیه. نزولی از سمت چپ نگاه کنین تابع داره میاد پایین. و صعودی اگر باز از سمت چپ نگاه کنین تابع میاد بالا. میبینین؟ این تابع میشه صعودی. پس برای نزولی و صعودی هر دو از سمت چپ نگاه کنین که ببینین تابعتون داره میره بالا یا داره میاد پایین. حالا ببینید چجوری اینو رسم میکنیم. این هم خیلی ساده رسم میشه بچه ها. باز ریشه ها رو به دست میاریم. آ و ب. آ و ب رو روی محور ایکس ها مشخص میکنیم. مثلا این آ این ب. بعد از اینکه این کار رو کردیم باز فاصله بین آ و ب رو مشخص میکنیم. اونی که آس یعنی پشت قدر مطلقش مثبته باید به اندازه این فاصله بیاد پایین و به اندازه این فاصله باید بره بالا. بعد یه خط مایل بین دوتاشون میکشیم. مثلا این مثال رو نگاه کنین. این ریشه این میشه آ. آ من -2، ب هم 3. خب -2 رو مشخص کردم، 3 مشخص کردم. فاصله بین این دوتا 5 تاست. 5 تا برای آ، اونی که آس مشخصه، میاد پایین، نقطه مشخص میشه. 5 تا برای ب میره بالا، نقطه مشخص میشه. این دوتا رو به هم وصل میکنین، یه نیم خط افقی از ب میکشین، یه نیم خط افقی هم از آ. آبشارتون آماده است. اگر اینجوری باشه آبشارتون، یعنی حالت صعودی داشته باشه، در واقع شما برای میدونین اینجا نگاه کن. اگر بخوام ضابطه‌ش رو بنویسم، برای ایکس های کوچکتر از ریشه کوچیک -2 دارم -5، یه پاره خط افقی. و برای ایکس های بزرگتر از 3 دارم 5. پس اینا رو میذارم. حالا برای وسطی یه خط مایل دارم. خط مایلم اگر تابم، اول شکل رو بکشیم بعد ضابطه رو بنویسیم. اگر تابم صعودی بود، خب اینو با این جمع میکنم. x با x میشه 2x، این با این میشه -1. خب ولی اگر نزولی بود باز جمع میکنیم اون تا قرینش میکنیم. مثل این نگاه کن. این مثال بعدی. الان آ شما 1، بهتون -2. آ جلوتر از ب، ولی همیشه آ باید بیاد پایین. متوجه شدین؟ یعنی آ این نیست که چون جلوتر باید بره بالا. آ 1، چون آ 1 به اندازه فاصله بین این دوتا که 3 واحده میره پایین و ب هم به اندازه فاصله این دوتا میره بالا. خب این پاره خط مایل رو رسم کنم. یه خط افقی این ور، یه خط افقی این ور. خب بعد از اینکه اینو انجام دادم میام ضابطه رو می‌نویسم. ببین ایکس های کوچیکتر از -2 3 می‌بینین نوشتم. ایکس های بزرگتر از 3 -3 نوشتم. حالا
این چون نزولیه میام اینو با این جمع میکنم، x با x میشه 2x، قرینش میکنم میشه منفی 2x. این با این جمع میشه 1، قرینش میکنم میشه منفی 1. به راحتی ضابطه‌مو مشخص میکنم. این جلوهاش هم دقت کنین، این بین منفی 2 3 که شکل اینجوری داره، این کوچکتر از منفی 2، این بزرگتر از 3 که اینجا حتما باید بنویسید. خب حالا برد این چی میشه؟ برد این نگاه کنین، از اینجا مثل این که از کف آبشار تا سقف آبشار میشه از منفی 3 تا 3. اینجا هم باز از منفی 5 تا 5. پس برای این مطابق چیزی که اینجا نوشتم، تابع آبشاری دارای برد از منفی فاصله بین آ و ب هم قدر مطلق به منهای آ تا به منهای آست و یه مرکز تقارن داره. نگاه کنید اینجا مرکز تقارنشه، یعنی از این مرکز تقارن شما هر نقطه از این به این وصل کنی، به اندازه خودش ادامه بدین، یه نقطه دیگه برای نمودار درست میشه. اینو میگیم تابع هایی که دارای مرکز تقارن هستن.